اون موقعی اتفاق افتاده، یعنی یک کسی در اثر یه حادثه‌ای که نه حساب شده نبوده اتفاق افتاده کشته شده، شهید شده. ولی ما داریم میبینیم که الان چیکار داریم میکنیم. یعنی ما عاقلانه میدونیم که ما میتونیم یک کسی رو دستور بدیم که قصاص بشه، میتونیم نکنیم. اگر مثلا فرض من برای فرزند من اتفاق افتاده بود، من این طناب رو بندازم گردن این پسر، من شب خوابم میبره. من یعنی فرداش من بیدار میشم بار طبیعی. باورم نمیشه چشمات برم مال دیگرون شم، رو در و دیوار خونه دیدم نه، نمیتونم. یعنی اگر من یه همچین عملی رو انجام بدم، این وحشت اصلا تمام زندگی منو خراب میکنه. برای اینکه من با دست خودم یه همچین کاری کردم، اونو با دست خودش نکردم، اون در یه اتفاق بوده. بعد فکر کردم که چه بکنم، توکل کردم من خدایا من دارم میرم، یه کاری کن من فردا صبح راحت چشمام وا کنم. لحظه آخر مثلا پدر مادر گذشت کردن، عفو کردن، یعنی یه زندگی به یه پسری دادن که مثل پسر خودشونه. و این زندگی دادن به آدما یعنی یه کسی که جون بهش دادین، نفسش مثل اینکه آدم قلبش بده قلب یه کسی دیگه. شما داریم یه زندگی داریم میدیم به یه کسی که باید بره، یعنی 100% رفتنیه. تو بیا فاضلم نکرده گل شب دیگه شب نمیده، کی گل شب رو از شاخ چیده. به خودم اجازه نمیدم اینو بگم به شماها، بچه‌تونه، ولی من اومدم بگم تو رو خدا ببخشید. تو این مثلث قدیم ستاره ها رو خط زدم، دارم به آخر میرسم، از اون ور شب اومدم. ولی من بخشیدن این شخص خیلی برام سخته. احساس میکنم نبخشمش خیلی راحت ترم. من اینجور فکر میکنم و نظرم اینه. شب که مثل مرسیه آسمون آبی میشه اما گل خوشی رو شاخه‌های بی دلش میگیره. خودت داری میکشی، یادت نره خودت داری میکشی. اونو خودش نمیخواسته بکشه، اون تصادف بودش کشته شده. گفت مخصوصا این کارو میکنن که تو بری طناب بندازی که دیگه نندازی، وحشت کنی نندازی. خیلی دلم میخواد امشب برم راحت بخوابم. خیلی یه پنجره با یه قفص، یه حنجره بی هم نفس، سهم من از بودن تو یه خاطر از همین و بس. گوشه آسمون بار رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب. تو حجم سرد این قفص منتظر بر زدنم، من از سوار غربتم، از آرزوهای مهمان
شده